سلام. میخوای آزمون نظام مهندسی بدی؟ نمیدونی باید چیکار کنی؟ بیا اینجا الان بهت میگم. خب این آزمون همش تکنیکه. ببین اصلا کلا با آزمون دیگه متفاوته، به خاطر اینکه اوپن بوکه، به خاطر اینکه تو میتونی همه کتابا رو با خودت ببری و واقعا مثل آزمونای استخدامی دیگه یا آزمونایی که تا امروز ما توی دانشگاه‌ها با کنکور و اینجور جاها دادیم واقعا اینجوری نیست و متفاوته. همش هم تکنیکه. یعنی شما یه چند تا تکنیک هست اونا رو یاد بگیرین، اصلا نمیخواد بشینی حالا این کتابو دونه بدونه حفظ کنی، بخونی، ورق بزنی. فقط با تست زدن و انجام دادن اون تکنیک ها، یعنی پیاده کردن اون تکنیک ها سر جلسه آزمون میتونی به قبولی برسی خیلی راحت. اونم برای این کار شما به چقدر زمان نیاز داری؟ الان من بهت میگم 50 روز. شما توی 50 روز کاملا میتونی مسلط بشی و اون حد نصاب قبولی رو کسب کنی و این پروانه رو بگیر بره دیگه. چقدر میخوای منتظرش باشی؟ خب چیکار باید بکنی؟ اول منابع رو تهیه کردی، منابع اصلی هم تهیه کنی، منابع متفرقه و اینا رو بیخیال شو. خب منابع اصلی چیه؟ یه دونه این کتاب قانون آیین‌نامه است، نمیدونم قانون بود چی بود اسمش، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانه. یه دونه اینه، یه دونه اون مباحث نظام مهندسیه که هر سال مباحث مقررات ملی ساختمان 22 تا مبحث بکنم. یه دونه هم راهنمای جوشه. اینا رو تهیه کن. به خاطر اینکه از اون 22 تا مبحث 2 تاش واسه بچهای معماری نیست، حالا بچهای دیگه عمرانی ها رو من نمیدونم، ولی خب این فیلد کلی شرکت توی آزمونه. من بهتون میگم شما این کتابا رو تهیه میکنین، این راهنمای جوش، این کتاب قانون و اون مباحث کلا میشه 22 تا کتاب. خب یه کتاب تست درست حسابی هم تهیه کن که طبقه بندی شده باشه، که تستای طبقه بندی شده یه مباحث رو توش داشته باشه. خب حالا میشینی سر جلسه، میشینی برای خودت برنامه‌ریزی میکنی که چجوری من قبول بشم توی 50 روز. 22 روز اول رو میذاری فقط واسه خودت، هر روز بدون اینکه زمانی در نظر بگیری برای خودت تست میزنی. هر روز یک مبحث، مثلا روز اول مبحث دوم، روز دوم مبحث سوم، مبحث چهارم، هر روز یک مبحث تا وقتی که این 22 مبحث تموم بشه. وقتی هم که میشین تستا رو میزنی، خب میاد بعد که تحصیل میکنی میبینی اون تستایی که اشتباه زدی رو کجا مثلا چه نکته‌ای داشته، اون نکته رو تو اون صفحه پیدا میکنی، بولدش میکنی برای خودت، هایلایت میزنی، اون نکته اگه بوده توی حاشیه همون صفحه مینویسی، زیر اون جملات مهم با خودکارهای رنگی خط میکشی، با هایلایت هم که از قبل تیترا رو مشخص کردی، فرمول و اعداد و همه رو مشخص باید بکنی. خب این 22 روز اول به شما کمک میکنه شما به یک تسلط نسبی برسی. خب به مباحث که ببینی اصلا چه صفحاتی مهمه، اون صفحاتی که خیلی مهمه روش خط مثلا گوشش بنویسی مهم، یا از این فلش کارت بهش میگن چی میگن، میذارن کنار گوشه کتاب، اونو مشخص کنی که سریع اون صفحه رو پیدا کنی. بعد میرسیم به 22 روز دوم. 22 روز دوم دوباره همین شیوه رو شما تکرار میکنی، اما این بار میای برای خود زمان در نظر میگیری. آزمون اصلی 150 دقیقه شما زمان داری. خب برای این آزمون هم، برای این 22 روز دوم هم میای مثلا مبحث دوم 120 تا تسته، اون 120 تا تست رو به 2 تا 60 تا تقسیم میکنی. 60 تا رو صبح میذارم، 60 تا رو بعد از ظهر میذارم. خب اون 60 تای صبح رو براش 150 دقیقه زمان در نظر میگیرم. بعد میرم تستا رو شروع میکنم میزنم، ببینم خب چند دقیقه طول میکشه، چند تا غلط دارم، چند تا درست دارم، با اعمال نمره منفی برای خودم تصحیحش میکنم، ببینم چند درصد شد. اون بالا گوشه دفترشم بالا پاسخنامه مینویسم. این 22 روز دوم به این منوال جلو میره و شما متوجه میشه روی هر مبحث چقدر تسلط داری، چند درصد زدی تستاش رو، از لحاظ زمانی چقدر شما میتونین تایمتون رو مدیریت کنید. و میرسیم به اون 10 روز آخر. 10 روز آخر چی؟ 10 روز آخر شما میاد تست های
نمونه سوال آزمون های دوره های گذشته آزمون نظارت و اجرا رو در فضای کاملا مشابه با آزمون اصلی امتحان میگیری. یعنی چجور؟ یعنی اینکه تمام کتابا رو میچینی جلوی خودت، برای خودت مثلا از ساعت 8 تا 10 زمان در نظر میگیری، 150 دقیقه زمان در نظر میگیری، رأس ساعت 8 شروع میکنی، رأس ساعت 10 یعنی پایان 150 دقیقه تموم میکنی. دیگه اگه همه تستا رو مثلا اون 60 تست رو تونستی جواب بدی که چی، نتونستی هم که دیگه هیچی دیگه. اینجا داری خودتو میسنجی، باید دیگه یاد بگیری نقاط ضعف و قوتت کجاست. بعد تصحیح میکنی. به جرئت میتونم بهتون بگم اون یکی دو تا آزمون آخری که حدودا فکر میکنم یکی دو روز قبل از امتحان از خودتون میگیریم به این روش، قطعا همون خیلی نزدیک به اون نتیجه آزمون اصلی شما میشه و اینجوری این تکنیکا رو، این تریکا رو پیاده کنین، قطعا بهتون قول میدم قبول میشید. ببین خیلی ساده است. شاید الان شما این ویدیو رو میبینید خب این که کاری نداره یا این نه، شاید ساده به نظر بیاد ولی قطعا به برنامه‌ریزی، به استمرار، به دیسیپلین نیاز داره و اگر شما این قدم به قدم جلو بری توی این 50 روز، یعنی ببین از 2 ماه هم کمتر میشه، مطمئن باش به قبول میشی. هر جفت آزمونا رو هم با هم امتحان بدی قبول میشی. هر دو شما از من میشنوی هم نظارت هم اجرا رو ثبت نام کن، طبق این روش جلو برو، هر دو رو آزمون امتحان میدی قبول. اصلا نگران نباش. اگه نتیجه‌ای داری، اگه تکنیک بهتری هست یا چیزی که شما میدونین من نمیدونستم تا حالا امتحان نکردم، برام اینجا کامنت کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین که ویدیوهای بیشتری از ما ببینین. مرسی.